شهر رو گرفتن دارن این شعار رو میخونن، من نمیدونم معنیش چیه. چی میگن میگن؟ و دو لهم استطعتم من قوه، معنیش چیه؟ والا من نمیدونم. یه شعار دیگه هم دارن میدن. الان متاسفانه من از اون خیابون اومدم بیرون، دارن میگن و ما رمیت از رمیت ولکن الله از رما. چرا من شعار نمیدونم عربی چرا میدن؟ شعار عربی؟ نمیدونم والا. اسکلن. یعنی چی؟ مطمئنی اینا از طرف مطمئنی ما مردم؟ گرفتیم؟ آره دادا آره. ما حالا آخه نمیدونم دادا الان اینجا الان کف خیابون پری سنگا سوتا شاغال است و اینجا من از ببین بس اسپری بذار خوردم. یه دقیقه من گوگل ترنسلیت رو باز کنم یه بار دیگه بگو. خوبه دیگه دارم با زبون خودشون باشون حرف میزنن، نیاز به مگه یعنی دارم فوششو میدم. فاک من داداش اشتباه مگه اینجوری جمله آها اینا اولت که فوش بود به عربی، دومیه رو اصلا آره نفهمیدم. واقعا نمیدونم عربی. بیا بیا یه دقیقه بچه ها همه سکوت دورمول کنین، همه سکوت کنین. اسکلمون کرده بابا حاج یه دقیقه اصلا. همه سکوت نه این چه کنین. حرفیه داداش؟ مگه بیا 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 همه سکوت کنین. جیزوس کرایست. همه سکوت کنین. حاج اصغر بیا بگو. چی بگم الان؟ من بگو راستی یادش قبل از این تو. ارزشی ها. من راستی نه شرمندم، من عقابم یک اسپانی میده. بیا ببین یه دقیقه وایسا الان این حاج ارزش اصغر. دارم حرف میزنم. حاج اصغر یه دقیقه وایسا. ببین اون حرفایی که زدی یه بار دیگه بگو، اینجا ترنسلیت بازه. بگو که تبدیل بشه به یه انگلیسی. نگاه به توییت هایشون بندازید بد نیست. بابا من داره خودم میگه و میدونم. دو لهم ما استطعتم من قوه. خب بعدیش بعدش داداشی نه گلم الان فرنگ آقا از یه طرف لحظه من دارم حرف بسیجیه. خیلی زشته، خیلی زشته که ای صحبت ها عجب گیری دستم کرده میپرین، ها. خیلی زشته.